کار ما موفق شدیم که ایده اولیه و ایده نهایی داستانمون رو شکل بدیم، فرمول ایده رو ببندیم و همینطور ژانر داستانمون رو مشخص بکنیم. برای تم داستان هنوز کاری نکردیم، اما میتونیم در روند تکمیل دایره داستانی به یک تم متناسب و قابل قبول برسیم. در نرم افزار فیلامون بعد از اینکه ایده و ژانر و تم رو تکمیل کردیم میتونیم وارد مراحل پیشرفته تر بشیم، اما با توجه به اینکه این آموزش مربوط به امکانات جدید نرم افزار فیلامون در مرحله ایده پردازی هست، ما وارد اون مراحل دیگه نخواهیم شد. برای اینکه ببینیم تا حالا چه مدت زمانی رو صرف ایده پردازی کردیم، در نرم افزار فیلامون یک قسمت با نام گزارش زمانی وجود داره که میتونید مدت زمانی رو که صرف پروژه کردید در مراحل گوناگون رو در این قسمت مشاهده بکنید. ما در اینجا تقریبا 2 ساعت و ربع برای ایده گذاشتیم، نیم ساعت برای ژانر و چند دقیقه برای زمان و مکان و زمان مفید کلی پروژه. تا حالا چیزی حدود 2 ساعت و 55 دقیقه شد. مدیریت زمان در فیلمنامه‌نویسی بسیار مهمه. واسه همین بهتر حواستون به زمانی که برای فیلمنامه صرف میکنید باشه، مخصوصا در پروژه‌هایی که دارای ددلاین هستن. به همین منظور علاوه بر پنجره گزارش زمانی در نرم افزار فیلامون که زمان تمام مراحل فیلمنامه‌نویسی از ایده تا بازنویسی رو با جزئیات در اختیارتون قرار میده، یک تایمر هم برای نرم افزار تعبیه شده که شما میتونید زمان مورد نظرتون رو برای یک نشست مشخص بکنید به دقیقه. بعد دکمه استارت رو کلیک میکنید و به کارتون میپردازید. برنامه بعد از اتمام مدت زمان مشخص شده خودش بهتون اعلام میکنه که وقتتون تموم شد. من الان زمان 60 دقیقه رو برای کارمون انتخاب میکنم و وارد مرحله حلقه داستانی میشم و امیدوارم بتونم در 1 ساعت و یا کمتر دایره داستانی رو تکمیل بکنم.